یه مفهومی وجود داره به نام دید تونلی. دید تونلی یعنی که ما انگار توی تونل گیر کردیم، فقط انتهای تونل رو میبینیم که یه نوریه، یعنی اطراف رو نمیبینیم، یعنی دیواره های تونل رو نمیبینیم. اینجا نافرمان ها خیلی آدمای مهمی هن، چون نافرمان ها به جای نگاه کردن به اون انتهای تونل گاهی به در و دیوار خیره میشن، گاهی یه چراغ قوه از جیبشون در میارن، یه اطراف رو میبینن. یه پارادوکسی داره نافرمانی، همزمان ناخوشاینده اما بسیار مفیده. یعنی که مثلا فرزند من با من چالش بکنه و کنجکاوی کنه، یه چیزایی رو بخواد خودش تجربه کنه، خب بسیار شاید اولش ناخوشاینده ولی بسیار مفیده. اگر آدمایی که نمیخوان یک قدم برن جلوتر چارچوب‌های رایج رو میشکنن و باعث میشن ما یه حرکت به جلو داشته باشیم نبودن، ما هنوز توی غار زندگی